الله العظمی مکارم چینی. 2 سال قبل بود که دولت جنایتکار چین با حمله به منطقه ترکستان شرقی به گونه‌ای وحشیانه 10,000 زن و مرد و کودک مسلمان را قتل عام کرد، تا جایی که خیابانها مملو از اجساد متعفن شده مسلمانان بیگناه بود و صدها زن مسلمان مورد تجاوز سربازان وحشی چینی قرار گرفتند. در آن هنگام پیر و جوان همه دست به دعا بودند که الله متعال مردم مسلمان را از شر این رژیم جنایتکار نجات دهد. علما و دانشمندان اسلامی هر کدام به گونه‌ای این جنایات را محکوم نمودند. در این میان از کسانی که این جنایت را محکوم کردند آیت الله العظمی مکارم شیرازی بود که در پایگاه اینترنتی رسمی خود بیانیه‌ای منتشر نمود که در آن چنین آمده است: بینندگان عزیز و گرامی، طوری که مشاهده می‌کنید این تصویر سایت رسمی آیت الله العظمی مکارم شیرازی است، مدرسه امام امیرالمؤمنین، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، و اینم در بخش بیانیه ها آمده است و تاریخ خبر هم هست 21 ماه 4 سال 1388 خورشیدی. در این بیانیه می‌خوانیم که بسم الله الرحمن الرحیم. اخبار وحشتناکی از ایالت سینگیانگ درباره کشتار وسیع و سرکوب مردم مسلمان این منطقه منتشر شده است که موجب تأسف شدید هر مسلمان و انسان آزاده است. این منطقه که در غرب واقع شده و تقریباً 1/6 مساحت را تشکیل می‌دهد، اکثریت قاطع اهالی آن مسلمانند. تنها گروه کوچکی از نژاد هان از کمونیست‌ها در آن زندگی می‌کنند. این منطقه صنعتی و حاصلخیز اخیراً محل شدیدترین درگیری‌ها بین مسلمانان و گروه نژاد پرست هان واقع شده است. گرچه دولت این را یک نزاع قومی قلمداد می‌کند، ولی حمایت دولت از گروه مخالف و سرکوب شدید مسلمانان و تعطیلی مساجد آنها همه حکایت از این دارد که توطئه‌ای بر ضد مسلمانان منطقه در جریان است. درست است که دولت و ملت روابط دوستانه و نزدیکی در امور اقتصادی و سیاسی با ما و سایر کشورهای اسلامی دارند، ولی این دلیل بر آن نمی شود که برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجیعی سرکوب کنند و ما خاموش بنشینیم. ما ضمن محکوم کردن شدید این سرکوب‌ها از همه مسلمانان و تمام آزادگان جهان دعوت می‌کنیم که اعتراض شدید خود را نسبت به این حرکت غیر دوستانه اظهار دارند و یک صدا از دولت بخواهند که به این وضع خاتمه داده و مجرمان را مجازات کند. مردم از مسئولان دولت جمهوری اسلامی نیز انتظار دارند در این مورد سکوت نکنند و موضع قوی مناسبی بگیرند و برادران و خواهران مسلمان خود را تنها نگذارند. بینندگان گرامی، این متن بیانیه آیت الله العظمی مکارم شیرازی بود که طوری که مشاهده نمودید از صفحه بیانیه های سایت ایشان خدمت شما عزیزان قرائت گردید.